تو سینما انجام بدیم؟ اصلا نمیدونم. نوکیا، آیفون، سامسونگ چوسیدن با هم دست یکی کردیم. خیلی مردم شیری. سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون حامد تبریزی هم. مرسی از کانال شخصی خودم دارین منو نگاه میکنین. کنار علی غفاری زاده معروف به آقا معلم خودمون که توی سریال زنگ آخر ایفای نقش کرد و ترکون، قرار یک بازی بکنیم که پشت دوربین ما مجری نازنینمون مرتضی حمید قرار گرفته و قرار از ما سوال بپرسه. توی 5 ثانیه بعد 3 تا چیزو بگیم، حالا نمیدونم چی، و مجازاتش همون لحظه با یک کتونی نوع فورسین 9 نایکه 2026. یس. ما رو دنبال کنید، لایک، کامنت، سابسکرایب، کاری که میتونید برای خوشحال کردن ما انجام بدین. واسه دوستاتون بفرستین، شیر کنین، کنار هم دیگه بخندید. به پدر مادر خود نیکی و احسان یادتون نره. شما حرفی حدیث من زیاد درسم. خیلی ممنون. منم سلام و عرض ادب دارم. ایشالله که از این برنامه لذت ببرید. مرسی. بری که داشته باشید. خب منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیزی که صدای منو دارن میشنون. خیلی مخلصیم. اول از بزرگتر شروع کنیم. آقای علی غفارزاده. علی آقا، 3 تا کاری که نباید تو سینما انجام بدیم. بس. بابا داد زدن، فیلم گرفتن، تخمه خوردن، سرتو چیپس پایین باز ببر. کردن، نه اونا که حالا. خب از آقای حامد تبریزی سوال می‌کنم. اسم 3 تا میوه قرمز رو نام ببرید. توت، سیب، پرتقال خونی. توش قرمزا روش. نه من پرتقال خونی واسهتون میارم قرمز. مهم نه، روحه روش هم پرتقال قرمزه؟ خونی. بله بله. خب علی آقا از شما سوال می‌کنم. 3 نوع سبزیجات رو نام ببرید. تربچه، خب جعفریش، شیبی. شیبی. باریکلا. خب آقای حامد تبریزی، 3 تا چیز که میشه اونو با خودمون تو دریا ببریم. مایو، کفش شنا و تویو. آقای غفاری زاده، 3 تا فیلمی که مهناز افشار توش بازی کرده. اصلا نمیدونم. بله. این آمردی. بله بفرم. با تو صورت ایلومی اصلا نمیخوره، نمیچسته. آقای حامد من تبریزی، نمیبینم ولی میدونم قرمز شده. نه به قرآن. تو ادیت درش بیاریم. آقای حامد تبریزی، 3 تا برند موبایل. نوکیا، آیفون، سامسونگ. عجب خرشانسیه این به قرآن. چه سوالایی هم براش میفته. بله. خب آقای علی غفاری، 3 تا غذایی که میشه با مرغ درست کرد. زرش پلو. ما قربانم با مرغ درست کنیم. و گفتم که خب آقای حامد تبریزی، 3 تا برند کتونی. نایک، پوما، آدیداس. آقای علی غفاری زاده، جانم. 3 تا کلمه‌ای که وقتی خوشحال میشی میگی. آخ جون، خدایا شکرت، سپاسگزارم. تو سپاسگزارم میگی واقعا. آره می‌تونم. سپاسگزار. بله. خب 3 تا وسیله گرمایشی رو نام ببرید. شوفاژ، بخاری، شومینه. خب آقای غفاری زاده، بله. 3 تا حیوان بی صدا. یعنی چی 20 من متوجه 3 تا نشدم. صدای مختلف از حیونا. 3 تا یکی ارعر رو پارس کردن و با شهه گفت است. صدا حیوان بی صدا یعنی صدا نداره، مثل نه، مورچه، من سوال عوض کردم. مثل مورچه، مثل خب نه، سوسک، خب این مثل سوال پشه. چیه؟ اینو باید به مرتضی بزنیش. این سوال چیه؟ یه بار دیگه این سوال ازش میپرسم. بله. 3 تا صدای مختلف حیوان. 3 تا صدای مختلف حیوان. بله. خب عرض کردم خدمتتون شهه کشیدن بود، حالا قطقد و با بربری گوسفند. نه اونو باید در بیاری. آره اینجا نمیشه با میو آب اینا نمیشه. بابا گفتم درست. سرنوشتی بود. آقای حامد تبریزی، 3 تا کاری که نباید تو مکان عمومی انجام داد. چوسیدن، سیگار کشیدن، بلند حرف زدن. خیلی بی‌تربیتی میشه. آقای علی غفاری اینو زاده، بوق بزنید. علی آقا 3 تا غذای دریایی رو نام ببرید. ماهی،
ما قیمه و قربانم تو قایق تو قایق بکنم که دریایی حسابشو بخواد. این واقعا قشنگ بود. بخاطر اینکه قشنگمون نمیذارم. مرسی. واقعا بالمیه با قیم و قربه رو تو قایق میخوریم که دریایی حساب بشه. واقعا باحال. اینکه آدم یه لحظه تو بدایه حرف بزنه که طنز باشه و تا حالا تو دهن هیچکی نیومده باشه، این واقعا باحاله و قابل ستایش. اینو بابا باید باش صحبت خب آقای حامد تبریزی، 3 تا ماشین ایرانی که صندوقدار نیستن. 111 206 207. 206 مال فرانسه است، 207 مال گفت فرانسه. ایرانی تو درسته. ایران اینجا ایران هست. خودرو داره تولید میشه. نه هیچ کدومش مال ایران. خب الان ایران چی داره من بگم؟ ایران هیچی نداره ماشین. دست خب 3 تا کلمه‌ای که معمولا نوزادا تا زبونشون باز میشه اونو به کار میبرن. بابا مامان سلام. 3 تا کلمه‌ای که توش بند داشته باشه. ماکان بند، بندر عباس، دستبند. آفرین. روزنش عالیه. خب آقای علی غفاری زاده ماشاءالله، 3 تا اختلال روانی. با هم دست به یکی کردین؟ خود اختلال روانپریش، دیوانه، هم جفتش یکی کنزه. شد. جفتش یک ستاش هم یکی خب شد. شما پرسیده بود من چه؟ نه این من نگاه کن خیلی صورت. نامردی. میخوای اینکه در بیاد. معذرت. چیزی که عوضداری گله نداره. خدای ما هم کریمه. بپرس مطلب. البته شما دو تا با هم دست به یکی کردین. آقا داره سوال سخت میپرسه، میگه بند داشته باشه تا سال بعد میتونستی بندو بگی ناموسن. خب آقای حامد تبریزی، 3 تا وسیله مربوط به دندان. مسواک، خمیر دندان، نخ دندان. خب آقای علی غفاری زاده، 3 تا افسانه عاشقانه ایرانی. ببین میگم سوالای سخت رو انتخاب بکنه. افسانه لیلی و مجنون، شیرین و فرات، رستم. بابا ببین نذاش جواب بدم. من بلد دادم. لطفاً. به این جذابیت کار میره. آخه همه‌شو من باید بخورم. دست توی زندگی. واقعا اطلاعات عمومی خیلی ضعیف. این من نه خوابم میاد. آخه ساعت اگه نگاه بگو ساعت چنده؟ ساعت 3 صبح به خدا. به خدا ساعت 3 صبح. آقای حامد تبریزی، 3 تا از عیدهای مسلمانان. عید نوروز، عید مبعث، عید قدیر قوم. قدیر قوم ماشاءالله. این گفت من گفتم خب خدا رو شکر دوربین اینو دیگه نمیتونه دروغ بگی. آقای علی غفاری زاده، 3 تا ساز و نام ببرید که با ت شروع بشه. با ت شروع بشه. تنبور، تنبک، تار. تار. بیا 5 ثانیه وقت داری، 50 ثانیه وقت نداری که. لطفا خودش ساز میزنه، اونایی که نمیدونن بدون. حالا با علی کلی کار یوتیوبی می‌خواد بزنه، خودش کلی ساز میزنه، سنتور میزنه، ستار میزنه. من نمیدونم الان یه از این یه چیزی کیبورد هم میزنی، آره اردنوری هم میزنی و خود سوال تخصصی خودشو نتونسته بگه، بعد میاد توانی کرد. خب آقای حامد تبریزی، 3 تا وسیله موسیقی. گیتار، ستار، سنتور. به قرآن این نامردیه. به من میگه اولش ت باشه بعد ببینید 3 تا میگه وسیله موسیقی. تو 1 میلیون. آقا اینا رو از اینا بپرسیم. ببخشید اجازه هست؟ خب گفتی باید منو بزنی؟ بگه میزنه نگه من میزنه. آخه این تو به خدای عدالت نیست. خب علی آقا، 3 تا غذای محلی رو نام ببر. تلخینه. مال کجاست؟ منطقه خودمونه. 5 ثانیه. قیمه نثار چیز اینجا و باقالی قاطق با مرغانه. اشکال نداره، 12 ثانیه‌اش داره، اشکال نداره. آقای حامد تبریزی، 3 تا رنگ تیره رو نام ببر. مشکی، سرمه‌ای، فسفوری. نه مشکی، فسفوری. سرمه‌ای، قهوه‌ای. آقا من آقا وقت داشتم. گفتم دیگه درست کردم. 2 ثانیه. آقا بیا تو شماره به شما بگو 1001. مشکی، فسفوری، مثلا سرمه‌ای اشتباه گفتم، یه بار دیگه درست کردم. اینجوریه. خب علی جان، 3 تا حیوان پردار. پردار مرغ داریم، خروس داریم با کرکس. یه چیزی نداشتیم مرغ کارم کنم. 3 تا عدد که با سین شروع بشه. 30 100 300. 300. مرسی از تو دست خودت رو بزن. نه دی خودت توی کمک کردی گفتم 300. یه دونه همش. راست میگی خب 300. علی آقا، 3 تا ورزش آبی رو نام ببر. شنا، واترپولو، شیرجه. شیرچه اشکال نداره. اصلا رشته المپیکیه.
دیگه. حامد آقا تبریزی رشته نیست شیرجه. شیرجه چرا؟ آقا داریم یا نداریم؟ قبول میکنه. قبول می‌کنم. بله. خب بذار بزنم تو رو خدا. شما اشتباه نگفتی که. خونه. من اگه اشتباه گفتم باید بزنید. 3 تا از وسایل آشپزخونه. چاقو، چنگال، قاشق، بشقاب، خیار، اوکی. بادمجان. باشه بابا. 200 بگین. بله. علی جان 3 تا جنگ معروف. جنگ احد، جنگ خندق، جنگ جهانی سوم که قرار نه جنگ جهانی دوم. تو رو قرآن. خدا نکنه انشالله که ایشالله که واقعا هیچ وقت نه به جنگ جنگ نباشه. هشتک نه به جنگ واقعا از ته دل واقعا ایشالله که هیچ وقت جنگ نمیشه. هیچ موقع انشالله جنگ نشه واقعا هیچ موقع انشالله جنگ نشه. خب آیا حامد تبریزی 3 تا تنقلات که با چای میخورن. خرما، قند، شکلات، شما قند جزو تنقلات حساب می‌کنی؟ چیزی که میگه با چای خورده میشه، توت میشه، تنقلات، خرما میشه. توت سفید، توت سفیده، آره تو خوش. توت خوش. خب علی آقا 3 تا استادیوم تو ایران. استادیوم آزادی، استادیوم تخت جمشید، نداریم آقا. نه استادیوم تخت آزادی جمشید. داریم آقا. تخت جمشید استادیوم اصفهان، آزادی، استادیوم انقلاب کرج رو داریم به اضافه استادیوم تخت جمشید مال اصفهان. اون نقش جهان ها. این گولم زد. این گولم زد. ها تو رو خدا. آروم میزن آروم میزن. آروم زد. خب آقای موجی اسخای میگم قراره که این دوام بشه نه، حالا تا داریم. من نخورم دوام چی نه نمی‌کنی؟ آقا داریم 2 تا دیگه داریم. آیا حامد تبریزی سوال سخت می‌پرسم. 3 تا از اجزای کامپیوتر. هارد، کیبورد، موس، هدست، رم، گرافی، که فرانس دوبار خب آقای علی غفاری زاده جانم. به عنوان سوال آخر. نه بله. تو رو قرآن یه چیزی بپرس. باش. نمیشه دیگه. یه جواب بدم باز نمیشه من. 3 تا پرنده گوشتخوار. کرکس، عقاب، شاهین. عقاب شاهین. خسته نباشید عرض میکنم. واقعا خسته نباشید. آخری رو نخوردم. خدا رو شکر زیاد اینجا زد و خورد ایجاد نشد. علی آقا سفید اومد لیموی قرمز داره میره. به خدا چی نشه. نه جدا به خدا چی نشه. نه به قرآن الان میرم جلو آینه نگاه. مرسی که ما رو تا این لحظه نگاه کردین و خوشحالم از اینکه من کفش نخوردم و به نظرم باید آقای خدا رحمتشون کنه آقای جکی جان نه اردوم. بروسلی. خیلی مرد شریف و بزرگی بودن که پسرشون ماشاءالله بازیگر خوبی بودن توی زمان خودشون مجری توانایی بودن آقای ایرج نوذری خدا بیامرزد شما خیلی واقعا سنمون کم بود زمانی که ایشون بله پسر نازنینشون آقای منوچهر نوذری نه بزرگه باباشون نه، آقای باباش منوچهر نوذری بود پسرشون آقای ریز بود. ممنونم از اطلاعات عمومی شما. بله اطلاعات داری جواب میدادی اونا. احمق خراب کردی کارو من می‌خواستم ببینم چی بگم تو خراب کردی ممنون اطلاعات یا اطلاعات چی سوالا رو جواب میداد. آقای ایرج نوذری پدرشون بودن آقای منوچهر منوچهر نوذری نوذری. اصلیه بودن. ایرج با برای چون میگی ایرج نوذری من داشتم پدرشون آقا ایرج خیلی حال این می‌کنه. بشر از رو نمی. بله میگم ای کاش در آن زمان جوانی 20 ساله بودم و در مسابقات آقای نوذری شرکت کردم با این معلومات. دم حامد تبریزی گرم که همه رو جواب داد. مرسی از علی که سیبل کتک خوردن ما شد. چی بود مسابقه هفته بود؟ آره واقعا نه اون مسابقه محلی. نه مسابقه هفته فدای بود. چشمه‌های قشنگتون بشم الهی که تا این لحظه ما رو نگاه کردین و دوستتون دارم یه عالمه. عشق هرچی بگم بازم کم. قربونتون برم. خیلی خوش گذشت مثلا با این ضرباتی که آقا عامر زد. خداییش الان من چون اینجا یه حالت دارم میبینم چهره خودم اونجا جای پاشنه کفش لذت مزید. خیلی مخلصم دوستتون دارم مرسی. ولی واقعا خوب خوردی.